حامد و مصلي و بعد دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد اخیراً در گزارش تازه خویش گفته است که بر اساس نظرسنجی کشت تریاک در افغانستان در سال 2024 در مقایسه با سال 2023 میلادی 19% افزایش یافته است. از آنجایی که مواد مخدر پدیده ویرانگر و شوم و از منظر دین مبین اسلام حرام می باشد، امارات اسلامی افغانستان با در نظر داشت این امر و به اساس فرمان مقام رهبری امارات اسلامی افغانستان علی قدر امیر المؤمنین جناب شیخ صاحب حفظه الله مقابله و مبارزه با این پدیده را در اولویت‌های کاری خویش قرار داد که منع کشت و تولید مواد مخدر در افغانستان نیز بخشی از این اقدامات اساسی و بنیادی امارات اسلامی افغانستان می باشد. وزارت امور داخله این نظرسنجی و ادعایی که سازمان متذکر نموده است را کاملا رد نموده و دور از واقعیت و حقیقت می داند و یا هم ممکن این نظرسنجی قبل از کارزارهای پلیس برای محو مزارع کوکنار در اوایل سال از سوی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد صورت گرفته باشد که بعد از آن تمام آن کشتزارها از سوی پلیس محو گردید. بنابراین این ادعا بی اساس و باطل می باشد. قرار ارزیابی هایی که پیرامون چگونگی کشت و تولید مواد مخدر از سوی وزارت امور داخله صورت گرفته است، برعکس نظرسنجی دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد می باشد. به اساس ارزیابی های وزارت امور داخله پیرامون موضوع کشت و تولید مواد مخدر به ویژه کشت کوکنار در افغانستان در یک سال اخیر کاهش قابل ملاحظه در مقایسه با سالهای گذشته را نشان می دهد. نیروهای پلیسی مبارزه با مواد مخدر چنانچه که توانستند در سال 2022 و 2023 میلادی با پدیده مواد مخدر به گونه موفقانه مبارزه و آن را به پایین ترین سطح آن در افغانستان کاهش دهند. در سال 2024 میلادی نیز در امر مبارزه به این پدیده با قاطعیت و جدیت گام برداشتند و همچنان در آینده در امر مقابله با مواد مخدر جدی خواهند بود.